به نام خدا. سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان چنل ای فوتبال نظام. خوش اومدین به ویدیو دوم ما. یه سورپرایز دارم براتون بچه‌ها. همین اول ویدیو بگم این ویدیو هم ویدیو پک زنی ماست، هم ویدیو رونمایی از اکانت جدید بنده است. Oh my god! Wow! ولی این اکانت دیگه خدا اکانت، یعنی ته تهشه، واقعا عالیه. رو دست نداره، یعنی هسته رو دست داره ولی به نظر من رو دست نداره دیگه. چجوری بهتون بگم اینقدر عالیه. بریم اول برای رونمایی اکانت و بعد بریم سراغ پک مدافعان که پویول، کلینی و دروازه‌بان چک، که به کلینی و چک من نیاز دارم. حالا در ادامه بهتون میگم چرا نیاز دارم. و بله این اکانتی که میبینید اکانت بنده هستش و واقعا با آدم حرف میزنه. خدایی نگاه کنین، رونالدو 107، مسی، پله، کرایوف، بهترین نسخه کرایوف دیگه، به پیرلو بهتون عرض کنم، بیلینگام، بهترین نسخه بیلینگام، بهترین نسخه امباپه، بهترین نسخه یامال، بهترین نسخه نیمار، بیل، رومینیه، جرارد، رونالدینیو، بهترین دفاع راست بازی بهتون عرض کنم ماتئوس، بهترین دفاع فنداک، بهترین دفاع دیگه تورام بهتون بگم عرض کنم مالدینی. فقط و فقط بچه‌ها به نظر من این اکانت یه چی کم داره، اینه که دسترویر کم داره. البته دسترویر خوبی داره، دسترویر خوبم داره، مثل همین کانوارای رالی که میبینین عالیه ها، حتی اسکیلاش هم عالی خورده. و دیگه بهتون عرض کنم حتی از برگومی هم میتونیم در دفاع وسط استفاده کنیم. مکس دفاع وسطش عالیه. و بله اینم بهتون بگم. و این بازیکن رافائلیو، این حاجی خیلی سمه، خیلی سمه این بازیکن، عالی. خب بریم ادامه اکانتو ببینیم، بریم اونور. و بله خدا وکیل این اکانت دیدن داره، این اکانت لذت نگاه کردن. Oh my god! Wow! چی کم داره این اکانت خدایی. به به. تازه مثلا بعضی از اپیکا از هر کدوم دوتا داره، مثلا جوردی آلبا دوتا داره دیگه، سیدرویف همونجور که میبینید، سیدورف میبینید دوتا داره. اشتباه هم گفتم، سوتی همونم نگیرم بچه ها. یا مثلا پک بارسا رو داره. خب بچه دیگه ویدیو طولانی میشه. اکانت هم که دیدین، اینم مربیاش، بهترین مربیا فلیک که روی پک بارسا بوده دیگه. بهتون عرض کنم کاپلو که بهترین مربی بازی الان میگن از نظر بعضیا. اینزاگی واقعا دیگه. همین بهتون عرض کنم همینا دیگه. خب و بله من همینجور بهتون گفتم میخوام این پک رو بزنم، پک دفاع که پویول، کلینی و حالا چک. حالا پویول قدیم رو دارم، همونجور که دیدین این پویول رو دارم، نگاش کنین. این پویول بارسا خیلی هم نوبه، نیاز پویول ندارم، فقط کلینیشو میخوام با چکشو، چون انقدر از این بوفون خوشم نمیاد. و کاناوارم عالیه ها، ولی خب خدش یکم مشکل دارم. خلاصه بریم سراغ پک. با 15575 سکه اومدیم دیگه. ببینیم چی کار میکنیم پک. خدا کنه خوش شانس باشیم در پک زنی. اولین پک زنیمون که یادتون باشه خیلی بد شانس بودیم و نتونستیم چیزی بگیریم. بریم سراغ این پک. من سیگارم روشن کنم دوستان، ببخشید. میریم اولین 900 خیاری میزنیم. یا خدا که بدم این اول بکشیم بیرون حاجی. و فشفشه شد، ولی فکر کنم هایلایته. بله هایلایت. شانس نداریم با این یک و دو بده، خدا کنه ولی بده بکشیم بیرون سری. سکه ها رو بزنیم برای پنجشنبه. 2 تا هایلایت بهمون داد. بقیه رو ریلیز کنیم.
بله بریم سراغ 900 بعدی. جمع روش بزنیم. ببینیم میده یا نه. یا خدا بده بکشیم بیرون حاجی. و نه هیچی، حتی هایلایت هم نداد این دفعه حاجی. خدا پک های بعدی همه رو ریلیز کنیم. این نخواله ها رو هیچ به دردمون نمیخوره. روی اکانت قبلی که خیلی سیاه بودم حاجی، خدا کنه این اکانت مثل اون نشه. یکم آمورا چی کنیم. یه رفیق دارم میگفت هم اینجا خیاری میزنی، کس شعر میزنی، روش بزن، روش باگ میندازه، جواب فلان. من نمیدونم خودشم دهن سرویس حاجی هر پکی رو میزنه مثلا با 4K کلشو خالی میکنه، میفهمی؟ مثلا حاجی با 9K هر سه تاشو میگیره ناراضیه، بعد ما کونمون پاره میشه بعد 14K بزنیم سکه. نقشه بیادبی هم میکنم. خب دیگه فکر کنم بسه بزنیم 900 سومو که خدا کنه بده. و نه حالا رنگی رنگی شد. آیا کسی پشتش هست؟ 4 تا این و 5 تا و نه بازم فکر کنم هایلایته و بله هرچی هایلایته به ما میده. وای خدا کنه دبل بده. یه 900 خیایی بزنیم. لعنت سرویس دوباره داره ما رو سیاه میکنه. 100 تایی دیگه و فکر کنم یکیشو نه آجی نداد. بازم این هایلایت داد آجی، گاید با هایلایت های شما رو. یه دبل بده آجی، یکیشو بده. 5 زدیم خدا وکیل. هم روش بزنیم. ببین از این روش ها چیزی در میاد. بده ناموسن چک با کلی رو من برم پویا رو ندی ناموسن. یا خدا بازم نداد حاجی. چقدر من سیاه هم حاجی، چقدر من باید سیاه باشم، چقدر با کی سیاهی ناموسم. با کی سیاهی حاجی، اصابم کیلو شد. بزنم همینجوری بره. یکی شد داد یا نه فکر نکنم حاجی. بازم هایلایت داد، بازم هایلایت داد. خدا این هایلایت ها رو من میخوام چیکار کنم خدا. اصابم خورده همینجوری میزنم. بله همینجوری خیاری میزنیم. هی هایلایت میده، هی هایلایت میده، اعصاب منو خورد میکنه حاجی. همینجور الکی الکی 60 تا مونده هیچی نداده. چک یا نه؟ چک بله. Oh my god! اینش خوب بود ولی چیش خوب بود حاجی. چک و 3 هایلایت. خدا کنه بعدی بده بکشیم بیرون. ما بعدی کلین رو بده بکشیم بیرون ناموسن. گفتم پشت سر هم میده. اون نداده. 50 تا از باکس مونده خدایا. بازم نداد حاجی. نگو باید کل این باکس من خالی کنم. What the fuck? واقعا
من هر هفته باید سیاه بشم. من نباید یعنی یه باکس ما را زودتر بده، حداقل یکم سکه بزنیم برای هفته‌های بعد. خدا 40 تا از باکس مونده و بله من خوشحال نیستم. حالا خدا کنه کلینی باشه. دوتاشو داد، بله خدا رو شکر که دوتاشو داد و عالی شد. اینش خوب بود و اینش خدایی خوب بود که دوتاشو داد و Oh my God! Wow! و بعد 4700 سکی برامون موند. رو خوب ببین، خدایی رو خوب ببین. 30 تا از باکسش مونده. کل هایلایت ها رو گرفتیم، از این خوبه. بازم اینجا بیایم این پک اصلا نیازمون نمیشه و واقعا کسخلی محض بخوای برای این پک بزنی. حتی برای اینا بزنی ارزشش بیشتره تا برای این پک بزنی. اینقدر من بهتون میگم ارزشش کمه این پک. خب دوستان گرامی، بریم بزنیم شد تو ترکیب و ببینیم چی میشه. کجای شما 3 نفر؟ این از چک که میاد جای این از پویول که فعلا میاد جای رافالیاو گابی، مهم نیست. اینم میاد جای کاناوارو. مکس بزنیم برای اینا. صد و 5 شد بدون بوستر دوم. حالا پویول پویول هم 105 شد، بیشتر از اون شد. حالا چک امیدوارم که گیم پلی خوبی داشته باشه. چک هم 105 شد، عالی و اینم از این. بچه ها بوستر داریم بهشون بدیم ولی خب فعلا من بوستر نمیدم. بزنیم تو ترکیب برای عکس فقط بزنیم تو ترکیب. نه همین خودش خوبه دیگه. ببینید دوستان، اینم یه عکس میتونی بگین یه دوست داشتین و تمام. خب دوستان عزیز، خداحافظی میکنم با شما که تا الان ما رو نگاه کردین، افتخار دادین. دوست دارم که شما ما رو حمایت کنین و سابسکرایب و لایک یادتون نره، کامنت هم بذارین. دوستتون دارم. روز بخیر، خداحافظ شما.